با همگان سلام. این نشری نوبتی برنامه ترانسفر در عمل است و ما آغاز میکنیم. موضوع اولی برنامه امروز دخلدار کارهای سودایی فوتبال کشور لاله ها می باشد. یا خود چطور یک تیم هلندی در فروش آبجو پولی کلان به دست آورده است. باشگاه فوتبال تونته در فروش آبجو و یا خود پیوا بیشتر از ترانسفرها پول کار کرده است. ژورنالیست وایت بال اینترنشنال توم کیپینگ با سخن سر درآمد باشگاهی میگوید هیچ کجای در اروپا این را ندیده است. او اطلاع داد که تا جنبست موسم 22-23 درآمد باشگاهی 5 میلیون یورو را تشکیل داده است، ولی یک سال تلفات اندکی مالیوی به قید گرفته شد. قسمت اساسی درآمدهای پارساله از فروش چیپته‌های بازی به دست آمدند. غیر از این درآمدها از فروش محصولات خوراکواری به تماشابینان در روزهای بازی زیاد گردیده 10.5 میلیون یورو را تشکیل داده است. با وجود این دسته نیدرلندی در ترانسفرها 6.4 میلیون یورو به دست آورده است. عجیب است که تونته در قیاس به فروش بازیگران از فروش آبجو بیشتر پول به دست می آورد. من هیچ جای در اروپا چنین را ندیدم که باشگاه در قیاس به درآمد از فروش بازیگران دیده بیشتر از فروش پیوا پول کار کند، نوشته است ژورنالیست وایت بال اینترنشنال توم کیپینگ. این هم از آن میگوید که در تونته و اطرافیان پیوا و محصولات خوراکه از بازیگران قدری بیشتر دارند و چنین ممکن که در روسیه هم باشد، زیرا آنجا از برای عرق جان میدهند. ولی با وجود این بازیگران با فوتبال خویش یک طرف ایستند. در حیات برای دلخواه کسی گرسنه از همه مهم نان است. PSG باشد پول که دارد نه پروای درآمد از پیوا و جوهری مکه دارد و نه پروای گرفتن فایده از کیم کدام فوتبال باز، بلکه برعکس کار برای آوردن دلخواه بازیگرانی به قول افتریتت برآمد میکند. این نوبت باشد پاریژیان از برای خریداری پوره گانسالو راموس از بنفیکا 65 جمعی 15 میلیون یورو از خزینه بیرون برآوردند. حمله‌ور باشد در مسیر 15 بازی اجارویش 2 گل به ثمر رسانیده است. پاریژانی ها هنوز ماه آگوست این حمله‌ور 22 ساله منتخب پرتغال را از عقابان با حق خریداری به اجاره گرفتند و به مثال سربازان ارتش روز حساب می‌کردند که کیان مهلت بیاید و او را پوره خریداری کنند. اخیراً در پاریژ اعلام کردند که 65 جمعی 15 میلیون یورو کیم کای به کارت مالکان بنفیکا انتقال داده شد و نماینده یکم لیگ اول الکای با راموس شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 28 امضا کرده است. باید یادآور شد که از همین بازیگر باعث به فراموشی رفتن رونالدو در چمپیونات جهانی قطری شد و اگر شود و از همین بازیگر باعث پیروزی در لیگ قهرمان‌ها شود، در پاریژ نه تنها مسی را به کلگی فراموش میکنند، بلکه همه آن 8 توپ طلایی توفه شده را به خوبی و به یگان جنجال باز پس میگیرند. گپ را از پاریژ به منچستر بردن و ربط داشتن آن به قزاقستان یک معنای تام دارد، زیرا رسانه ها می نویسند که دفاعگر نورالی الیپ به منچستر یونایتد پسند آمده است. کار حالا تا به گفت و شنید ها نرسیده و تنها در روزنامه و سامانه ها می چرخد، ولی در قزاقستان الکای همه به این انقلاب آمدند که نخستین قزاق در قدمجوی الکس فرگوسون قدم رنجه می کند. هرچند که بسیاری ها بر آن فکر بودند که با فریاد دفاعگر جوان زنیت توپ دسته به مثال ریال می آید و آنها رنان را در نظر داشتند، ولی اخیراً کار تماما رنگ دیگر گرفت و بعد تنافس بین المللی همگان شاهد اشتیاق منچستر یونایتد نسبت نورالی الیپ گردیدند. این هم البته که نورالی همسایه من یا خود نورالی سابق معلم تربیت جسمانی در قشلاق من نیست و بلکه نورالی از منتخب فوتبال قزاقستان و زنیت سنت پتربورگ یا خود نورالی الیپ می باشد. هرچند که مخلصان قزاقستانی سامانه رسمی امیو را به قول با شتورم گرفتند، ولی اینجا می توان گفت که کار از آوازه بیشتر نیست،
زیرا آگنت‌های نورعلی کلی چیزها را رد کردند و به خود سرچشمه نیز باور کردن نشاید. آگنتی پلیر کریر منیجمنت که منفعت‌های الیپ را حمایت می‌کند این نوید را الکی رد کرده و درباره آن باشد آگنتی اطلاعاتی قزاقی LKZ به همگان گفته است. از جانب دیگر اگر مخلصان قزاق را از خوابی گران بیدار کنیم و به حقیقت برگردیم، تو گزارش به زینیت نورعلی به آیاکس پسند آمده بود. برای منچستر یونایتد باشد عین حال ضرور بودن این بازیگر معلوم نیست، زیرا آنجا به زودی سر جیم ردکلیف سهمیه‌های باشگاهی را خریده نیست و باید که راهبران را دیگر کند. در چنین حالت‌های گزارشی فکر می‌کنم انجام دادن خریداری فرصتی نه آنقدر قلای است و این هم با وجود آن است که بریتانیاها هیچ وقت نمی‌خواهند در این وقت‌های جنجالی با روسا یگان داد و گرفت داشته باشند. اگر که در تیم تنهاگ زمستان یگان دفاعگر را فروشند ممکن خریداری در خط دفاع شود، ولی اینجا نیز دلیل نیست که انگلیس‌ها عیناً به سمت نورعلی می‌نگرند. خلاص که آوازها و اطراف اشتیاق منچستر یونایتد نسبت الیپ با خرسندی بخشیدن مخلصان از کار دنیای بیخبری قزاق فقط قرقر زاغ و پرپر مرغابی را میماند و خلاص. ولی بر زمین نداشتن نیت‌های جدی اطراف خریداری نورعلی الیپ از قزاقستان، امیو نیت‌های دیگری بازاریش را البته که یک طرف نمیگذارد. هدف اساسی بازاری دسته پر افتخار از زمان سر الکس فرگوسون در تابستان خریدن دفاعگر بنفیکا آنتونیو سیلوا می باشد. دفاعگر 20 ساله منتخب پرتغالیا هرچند که 100 میلیون یورو نرخ هم داشته باشد، برای خلاصی یافتن از هری ماگوایر باید چند مرتبه دیگر 100 میلیونی داد. در خصوص هدف اساسی ترانسفری بودن بازیگری 20 ساله منتخب پرتغالیا برای امیو در تابستان سال 24 در دیوان غیبت و نزد آشخانه حاجی نگفتند، بلکه سر این مسئله ژورنالیست اسکای اسپورت دیچلند فلوریان پلاتنبرگ یک روچکه و 3-4 ورق صرف کرده است تا آن را به قلم دهد. منچستر یونایتد با امید عملی کنی ترانسفر این بازیگر الکی جزئیات شرطنامه‌اش را که تا سال 27 مهلت دارد مورد آموزش قرار داده با چنین رنگ گرفتن کار میتوان گفت که تابستان یکی از نامزدها در گرفتن جایزه گلدن بوی به دیوی سرخ تبدیل می‌یابد. بعد آن یکی دان کارلو از ریال زیاد ناز کرد و تا حال برزیلیان را با قرار نامعلومش سرگرم کرده است، این مورد ژوزه مورینیو میتواند سرمربی منتخب برزیلیا شود. سرمربی روما ژوزه مورینیو میتواند وظیفه مربیگی منتخب ملی برزیل را به گردن گیرد، اطلاع میدهد وال. طبق اطلاع سرچشمه مورینیو به طور جدی در مورد امکانیت تمرین منتخب برزیلیا اندیشه را نمی‌کند. قرارداد کاری او با روما تا سال 24 مهلت داشته، عین حال ژوزه اشتیاقمند نیست که شرطنامه‌اش را تمدید نماید. مورینیو بر آن است که برزیلیا میتواند برایش راهی بهترین خیربادی با دیویزیون عالی فوتبال شود و این هم پیش از آن رخ دهد که او دسته از شرق نزدیک یا ایالات متحده آمریکا را راهبری نماید. فکر میکنم که اگر ژوزه آن گروه بازیگران مغرور و خودپسند برزیلی بای شده در اروپا را اگر به چهارچوبه آداب و انتظام درآوردن نتواند، پس دیگر علاج وجود ندارد. یک علاج دیگر آخرین این بردن کلوپ و گواردیولا با ماشین یاری تجلی به استاد منتخب برزیلیا می باشد، زیرا بعد آن باخت‌های پی هم اگر فوراً یگان قرار برآوردن نشود، چمپیون خود برزیلیا هم مسی می شود. همزمان سابق دسته مورینیو باشد بعد سر دادن خلطه گل ها از تیم های توپ انگلیسی زمستان باز یک خریداری بزرگ انجام می دهد و الکی هدف اساسی ترانسفریش را در روزانه زمستانی معلوم کرد. چلسی نیت دارد که با حمله‌ور نیگریوی ناپولی ویکتور اسیمخن شرطنامه کاری امضا نماید. چطور تلگراف خبر می دهد فوتبال باز هدف اساسی ترانسفری تیم لندنی در زمستان است. انتظار می رود که اسیمخن ضد آن نیست که به صف چلسی بپیوندد. ارزش گران فوتبال باز می تواند مانع این ترانسفر شود که آن هم بیش از 100 میلیون پوند استرلینگ می باشد. ویکتور اسیمخن به صف ناپولی تیر ماه سال 2020 گزارش انجام داده. این موسم اسیمخن 11 بازی گذرانید و مؤلف 6 گل و 1 پرتافت گلی می باشد. ترانس مارکت ارزش فوتبال باز را 120 میلیون یورو بهاگذاری می کند.
خلاص که آسیم خان هم زید نیست که زمستان از ناپولی قهرمان راهی گریز را پیش بگیرد، زیرا در ایتالیا بر عوض رحمت به جانب بازیگر طریق کاریکاتورها لعنت هم گفتند و قهری بودن این نفر با چیکارلی هیچ به قهرکنی زنکای رنجیده مانندی ندارد. سیاست آینده بینی و تکیه به جوانان در همه دور و زمان بر علا مشاهده می شد و این نوبت از برای استعداد 18 ساله پرنسب یارو از لیل فرانسه، PSG، ریال مادرید، باواریا میونخ و تیم‌های پرمیر لیگ انگلیا به مثال پرکنی گرین کارت نوبت گرفتند. بنا به معلومات ژورنالیست سعید آونا، پاریژیان نیت نشان دادن فعالیت خاصه در این سمت را دارند، زیرا زیاد می‌خواهند که در رقابت بهر یارو از ریال، باواریا و نامداران و پولداران دیگر پرمیر لیگ انگلیا پیش گذرند. لیل در نوبت خود نیتی تمدید کنی شرطنامه با یارو را تا تابستان سال 25 می‌بیند. همزمان PSG واریانت های پرقوت کنی خط نیم حمایه و دعوت کفرن تیورام از نیتسا و یوسف ففانا از مناکو را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حساب یارو باشد موسم جاری لیگ یکم 2 گل در 12 بازی لیل است. در وقت رفتن به تیم دیگر باشد فکر میکنم برای این بازیگر حالا بر وقت است بهترش تجربه بیشتر بگیرد و نه خود را سرگردان کند و نه تیم‌های دیگر را. در ایتالیا باشد میلان عاید خریداری دفاعگر پولشگی یاکوب کیور با آرسنال گفت و شنیدها را آغاز نمود. این هم در حالی است که لندنی‌ها این بازیگر را ماهی انور بر عوض 25 میلیون یورو خریدنی بودند. شتور ژورنالیست نیکولاس کی را اطلاع می‌دهد عین حال آگنت‌های دفاعگر آرسنال در ایتالیا قرار داشته روزهای نزدیک با نمایندگان میلان دیدار انجام می‌دهند. کیور خود می‌خواهد با امید گرفتن وقت بیشتری میدانی آرسنال را ترک کند. قید کرده می‌شود که میلان هنوز زمستان می‌خواست که پولشگی را بخرد، ولی آرسنال ماهی انور پیشدستی کرد و با نرخ 25 میلیون یورو کیور را از اسپتزیا شامل تیم کرد. این موسم باشد دفاعگر 23 ساله در صف کانونیرها 4 بازی در پرمیر لیگ انگلیا گذرانیده به یگان عملی نتیجه بخش یا به قول قاق و واق از میدان بیرون شد. مطلب آخری برنامه امروز هم دخلداری تقدیر بازیگری جوان است. دقیق ترش آیدیان است که چطور کمرده 15 ساله مورد توجه سیتی، نیوکاسل، آرسنال و بروسیا زردپوشان قرار گرفته است. حمله‌ور با وجود این در میلان ماندنی است. مقاله خبررسان نیکولاس کی اشتیاق نسبت این بازیگر نوکاری سری آ از جانب یک قطار ابردست‌های اروپایی مشاهده شده. خود کمرده می‌خواهد اولین شرطنامه کسبیش را با میلان داشته باشد. فرانچسکو کمرده نفر است که در سن 15 سالگی و 260 روزگی خویش جوانترین بازیگر در تاریخ سری آ شده دستپروری میلان در دقیقه 83 رقابت مقابل فیورنتینا 1-0 به میدان آمده بود. از همین برآمد میدانی او باعث شد که پولداران اروپایی در سیمای او ستاره آینده درخشان دیده تا حال در میلان هیچ کس را خواب نمیمانند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.